صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. خداوندا مدد فرما که وقتی کلام و اوامر مقدست را میشنویم و با ما سخن میگویی، طالب شنیدن و پذیرفتن گفتارت و دستوراتت شویم. به ما نیرو عنایت فرما تا بتوانیم بر خواسته های چشم و خواهش های جسم غلبه کرده و اراده تو را بر هر چیز دیگری ترجیح بدهیم. ما را تعلیم دهی خدا تا در راستی و حقیقت رشد و نمو کنیم و زندگی خود را مقبول پسند تو سازیم. پس ای خدا، چشمان ما را بگشا تا چیزهای عجیبی را از کلامت درک کنیم. این تمنا را به نام نامی کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. عیسی مسیح فرمود: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، توجه خود را به فصل 10 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و مطالب این فصل را مورد توجه قرار می‌دهیم. هدف ما از خواندن آیات شریف و توضیح دادن معنی آن اینه که اگر شما تشنه حقیقت هستید و خود را حقجو میپندارید، با شنیدن آیات و فهمیدن آن بدانید که عیسی مسیح کی بوده و چه کرده و چه گفته و سپس تعلیمات و زندگی او را با دیگران مقایسه کنید و بهترین را انتخاب نمایید. مطمئن باشید اگر در قلبتان احساس گناه نسبت به خدا می کنید و می دانید از خدا دور شده اید و نیازمند او هستید، اما عاجز و ناتوانید، اگر از خدا بخواهید، او خود را در عیسی مسیح بر شما ظاهر می سازد، همانطوری که بر هزاران هزار نفر دیگر خیشتن را آشکار کرده. زیرا خود عیسی مسیح فرمود: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. او در طالب گناهکاران است. او من و شما را طلب می کند تا نجات بخشد. در فصل 10 عیسی مسیح 12 رسول برگزیده خود را به شهرها و دهات مختلف اسرائیل می‌فرستد تا مردم را از مژده آسمانی و ملکوت خدا آگاه ساخته و آنان را با ایمان آوردن به او صاحبی قلب و ذهن و فکری تازه نموده و به قلمرو آسمانی هدایت فرماید. به رسولان خود قدرت عطا می‌کند که مریضان را شفا داده، ارواح خبیث و اهریمنین را از اسیران شیطان دور کنند و بندگان اسیر و مظلوم را آزاد نمایند. به آنان اوامری صادر می‌کند که در این راه خدمت و خیر هرگز چشم طمع نداشته باشند و به خاطر خدمت و معجزاتشان هیچ چیزی را نگیرند. زیرا قدرت خدا و عطایای آسمانی، یعنی شفا که به آنها می‌دهد، از جانب خدا به رایگان عطا شده و آنان باید آن را مجانا برای خدمت به مردم به کار ببرند.
در واقع راه پیشرفت بشارت ملکوت خدا را راه محبت و خدمت معرفی می کند. به آنها شمشیر نمی دهد که مخالفان را سرکوب کنند و یا به زور و به جبر مردم را وادار کنند که به مسیح ایمان آورند، بلکه به آنها قدرت آسمانی می دهد تا با فروتنی و خدمت لازم قلب‌های مردم را و نه الزاماً ظاهر آنان را به سوی خداوند جلب و هدایت نمایند. از آیه 14 عیسی مسیح به آنان اخطار می‌دهد که در راه رساندن مژده خدا، در این راه صلح و آرامش، در این راه بشارت با مشکلات زیادی نیز روبرو خواهند شد. به آنها می‌فرماید که هوشیار باشید، حکیمانه رفتار کنید. عیسی مسیح نشان می‌دهد که در این دنیا انسان‌های مختلف وجود دارند، انسان‌های دورو و پر از ریا و شرارت. در واقع شاگردانش میگوید که حکیمانه رفتار کنید. گوش کنید به کلمات عیسی مسیح به رسولانش، رسولانی که قصد رفتن در میان مردم یهود را داشتند تا مریضان را شفا دهند و پیام مژده نجات را به سمع مردم برسانند. از آیه 14 خدمتتون میخونم. مسیح به شاگردانش که به مأموریت میروند میگوید: هر که شما را قبول نکند یا به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه یا شهر بیرون شده خاک پاهای خود را برافشانید. هر آینه به شما میگویم که در روز جزا حالت زمین سدوم و قموره از آن شهر سهل‌تر خواهد بود. اینک من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم. اینک من شما را مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم. پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده دل باشید. پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده دل باشید. اما از مردم برحذر باشید، زیرا که شما را به مجلس ها تسلیم خواهند کرد و در کنایس خود شما را تازیانه خواهند زد و در حضور حکام و سلاطین شما را به خاطر من خواهند برد تا بر ایشان و بر امتها شهادتی شود. اما چون شما را تسلیم کنند اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید، زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شما در شما گوینده است. روح پدر شما در شما گوینده است. ای عزیزان، در این 6 آیه عیسی مسیح رفتار و عکس العمل مردم را نسبت به مبشران پیام آسمانی و پیام ملکوت خدا آشکار میکنه. به رسولانش میگوید که مأموریت شما بسیار خطیر و مهم است. شما پیام آوران حیات الهی به مردم گمراه، به گوسفندان گمراه و نیازمند هستید. شما نوری هستید که باید با درخشیدن مردمی را که در تاریکی هستند متوجه سازید که گمراهند و باید به سوی راه راستی بیایند. شما عاملین هستید که راه و حقیقت را به آنان نشان می‌دهید. ولی اگرچه پیام شما پیام شیرین، پیام نجات و پیام حیات است و بازگو کننده عطیه خداوند و محبت خدا برای انسان‌های ناشایسته، ولی رفتار آنان در قبال شنیدن کلام خدا بسیار زشت خواهد بود. میگوید شما مانند گوسفندانی هستید که با گرگانی درنده روبرویید. میگوید من شما را مثل گوسفندان نزد گرگان میفرستم. پس مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر بی آزار. به عبارت دیگر یک مسیحی باید بسیار حکیم و رفتاری عاقلانه داشته باشد و بسیار با ملاحظه باشه، موقعیت را درک کنه و بیگدار به آب نزند. سپس مسیح که میدانست آینده چه خواهد بود به آنان میگوید به خاطر بشارت انجیل مردم شما را میگیرند و به محاکمه میکشند و حتی در عبادتگاه ها شما را شلاق میزنند. بله، شما را به خاطر من پیش فرمانداران و پادشاهان میبرند تا از شما بازجویی کنند و این به شما فرصت میدهد تا درباره من با آنها صحبت کنید تا مردم جهان با خبر شوند. ای عزیزان، این پیشگویی مسیح نه فقط برای مردم قرن اول و رسولان مسیح در قرن اول بود، بلکه امروز هم همین امر داره به وقوع میپیوندد. خیلی از مسیحیان در کشورهای جهان و حتی کشور عزیزمون با سختی‌ها و مشکلات زیادی روبرو هستند. دولت‌های مختلف موانع بسیاری را براشون پیش می‌آورند.
اگر میخوان وارد کار دولتی شوند، اول همه در مورد مذهبشون صحبت میکنن. اگر مسیحی هستن، در کار دولتی استخدام نخواهند شد. اگر میخوان وارد دانشگاه بشن، چون که مسیحی هستن، حق خود را بایستی از دست بدهند. اگر مسافرت میخوان بروند، اول همه باید به وزارت ارشاد بروند و حق آزادی بگیرند. آنها حتی حق آزادی عبادت را ندارند. کتابخانه های مسیحی را میبندند، کلیساها را که خانه خدا یکتاست و در آنجا نام خدا یکتا بر زبان میآورد میبندند، از بین میبرند و مسیحیان را به زندان میبرند. عیسی مسیح اینها را میدید. میدانست که مردمی که در تاریکی ظلمت هستند، مردمی که اسیر شیطان هستند، از حقیقت بدورند، نمیتوانند در برابر پیام مژده آرام بنشینند. یا باید آن را بپذیرند و یا آن را باید رد کنند. مسیح میدانست که همهشون به سوی نور و حقیقت نمی آید. منتها مسیح آمده بود که به همه مژده خدا را برساند. او آمده بود که همه را دعوت به نور الهی کند. همه آن را نخواهند پذیرفت، همه به سوی نور نخواهند آمد، همه آزاد نخواهند شد. ولی وظیفه ما این است که پیام مژده را به سمع همه برسانیم. بعضیا به علت تعصب و جهالت و حماقت بر علیه نور مقاومت خواهند کرد. مسیح میگوید شما نگران نباشید. چرا؟ این نوع افراد به شما جفا خواهند رسانید، مشکلات براتون به وجود می آورند، ولی این مشکلات باعث جلال نام من خواهد بود. میفرماید وقتی شما را میگیرند و به زندان میبرند و بازگویی میکنند، نگران نباشید که در موقع بازگویی چه بگویید. چرا؟ چون خداوند با شماست، روح القدس با شماست. روح خدا که در همه جا حاضر و ساکن است، به موقع کلمات را به شما میدهد و شما را تقویت میکنه. روح پدر آسمانی شما به وسیله شما صحبت خواهد کرد. شما وسیله‌ای برای خداوند خواهید بود و به راستی چه افتخاری بالاتر از این. عیسی مسیح شاگردان خود را آماده می کند که در برابر فشارهای ظلمانی، در برابر ظلم، در برابر ستم و جفا آماده باشند، مقاومت نشان بدن، اما نه با زور شمشیر، نه از طریق شرارت، بلکه با محبت و قدوسیت و پاکی. او نه فقط به ما میگوید شما از طرف رؤسا و سلاطین و حکمرانان مورد آزار و شکنجه قرار خواهید گرفت، بلکه میگوید حتی عزیزترین کسانتان، کسانی که از پوست و گوشت و خون شما هستند، شما را مورد آزار قرار میدن. نبرد روحانی آنچنان است که عزیزترین بر علیه شما نیز قیام خواهد کرد. گوش کنید به آیه 21 و 22. میفرماید و برادر برادر را و پدر فرزند را به موت تسلیم خواهند کرد و فرزندان بر والدین خود برخاسته ایشان را به قتل خواهند رسانید و به جهت اسم من جمیع مردم از شما نفرت کنند. لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد. لیکن هر که تا به آخر صبر کند نجات یابد. در این آیات عیسی مسیح می‌فرماید به شما میگویم به خاطر ایمانتان، به خاطر ایمان به من، ممکن است حتی برادرتون یا پدرتون شما را تسلیم افراد شریر کند و آنان شما را به محاکمه کشیده و به خاطر اینکه به من ایمان دارید شما را شهید کنند. میگوید شرارت و بی‌مروتی و قساس و ظلم و جهالت در این عالم آنقدر خواهد بود که مهر برادری و پدر و فرزندی از بین میره و پدر فرزندش را و فرزندان والدین خود را لو میدن و تسلیم جاهلان و شریران میکنن. میگوید حتی به خاطر اسم من، به خاطر اینکه اسم من بر شماست، همه مردم از شما متنفر میشوند. ولی اگر شما تا به آخر در ایمانتون وفادار بمانید، اگر شما در برابر این جفاها و این مشکلات پایدار باشید، نام مرا منکر نشید، بدانید حیات جاودان را نصیب خود کردید. ممکنه عمرتون رو از دست بدید، ممکنه جسم شما را بکشن، ولی در عوض حیات ابدی رو نصیب خود کردید. ای عزیزان، درسته کلام خدا میگه که نجات الهی رایگان است. بله، همه میتونن آن را داشته باشن، ولی نگاه داشتن آن، در آن باقی ماندن نیازمند فداکاری است،
نیازمند تحمل جفا و ایثار نفس و جسمه، نیازمند مقاومت کردن در برابر نیروهای اهریمنیه، آن هم از طریق محبت، گذشت، فداکاری، جانبازی و ایثار نفس. در حقیقت عیسی مسیح داره به من و شما تعلیم میده که تا دنیا است همیشه شریران و ظالمان بر علیه پاکدلان و عادلان قیام کرده و خواهند کرد. همیشه یک جنگ روحانی با شما خواهد بود و همه را بدون استثناء در خود میگیرد. و برای اینکه گفتارش را به رسولانش ثابت کند از آیه 24 اینطور میگوید: شاگرد از معلم خود افضل نیست و نه غلام از آقایش برتر. کافیست شاگرد را که چون استاد خویش گردد و غلام را که چون آقای خود شود. پس اگر صاحب خانه را بلزبول خوانند، چقدر زیادتر اهل خانه اش را. لذا از ایشان مترسید، زیرا چیزی مستور نیست که مکشوف نگردد و نه مجهولی که معلوم نشود. پس آنچه در تاریکی به شما میگویم در روشنایی بگویید و آنچه در گوش شنوید بر بامها موعظه کنید. در این آیات عیسی مسیح به شاگردانش میفرماید بدانید که شاگرد از استاد خودش بزرگتر نیست و نوکرم از اربابش بالاتر نیست. به عبارت دیگر شما از من برتر و بالاتر نیستید. میگوید شاگرد در سرنوشت استادش شریک است و نوکر نیز در سرنوشت اربابش. حالا میگوید اگر این مردم شریر مرا که سرپرست خانه هستم مرا شیطان میخوانند، مرا تهدید میکنند، چقدر بیشتر شما را شیطان خواهند خواند. با این حال از آنهایی که شما را تهدید میکنند نترسید. چرا؟ چون وقتی میرسه که هر حقیقتی آشکار میشه. مسیح در اینجا اشاره به روز محشر میکنه، به روز داوری. میگوید توطئه‌های مخفی آنها هم بر همه آشکار خواهد شد. این حرفایی که من حالا در تاریکی به شما میگویم، شما آنها را در روز روشن به همه اعلام کنید و هرچی در گوش شما میگویم شما بر بالای پشت بامها داد بزنید، زیرا حقیقت میگویم که خداوند تعالی همه چیز را روزی آشکار خواهد کرد. پس در برابر حقیقت استوار و محکم بایستید و آن را اعلام کنید. در واقع می‌بینیم که عیسی مسیح روحاً و از نظر روانی شاگردان و مؤمنین خود را آماده پذیرفتن سختی‌ها و تحملات مشکلات می‌کنه تا در آنچه که باید به خاطر عدالت و حقیقت و راستی و قدوسیت تحمل کردن موفق و پیروز شوند. کتاب مقدس بارها می‌گوید آنان که می‌خوان خدا را در این عالم خوشنود کنند جور و جفا خواهند کشید، همانند پیامبران. عیسی مسیح ما را آماده می کند که در ایمان قوی باشیم. میخواد به ما بگوید که پیام ملکوت خدا، پیام مژده انجیل را به هر رهگذر و خانه‌ای برسانید. و امروز خدا را شکر توسط رادیو پیام خدا به بیش از 180 زبان زنده دنیا پخش میشه تا همه مردم از آنچه که خدا برایشان مهیا کرده است آگاه شوند. اگر شما نمیتوانید دوست من کلام خدا را برسونید، دیگران میتوانند. موضوع اینه که آیا شما حاضرید این افتخاری که خداوند به شما داده است که پیام آور مژده الهی باشید آن را انجام میدهید یا نه؟ آیا در این افتخار شریک میشید یا نه؟ از آیه 28 عیسی مسیح در ادامه تعلیماتش دستورات بسیار مهمی در رابطه با ایمان به او و استقامت و پایداری به ما میدهد. از آیه 28 الی 33 خدمتتون میخونم. میفرماید و از قاتلان جسم که قادر به کشتن روح نیستند بیم مکنید. از قاتلان جسم که قادر به کشتن روح نیستند بیم نکنید، بلکه از او بترسید که قادر است بر هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم. آیا 2 گنجشک به 1 فلس فروخته نمی شود؟ و حال آنکه یکی از آنها جز به حکم پدر آسمانی شما به زمین نمی افتد. لیکن همه موهای سر شما نیز شمرده شده است. پس ترسان مباشید، زیرا شما از گنجشکان بسیار افضل هستید. بنابراین هر که مرا پیش مردم اقرار کند، من نیز در حضور پدر آسمانی خود او را اقرار خواهم کرد. اما هر که مرا پیش مردم انکار نماید، من هم در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار خواهم نمود، انکار خواهم نمود. دوستان عزیز، این آیات یکی از سخت‌ترین آیات محسوب میشه، زیرا پیروی از آن و وفادار بودن نسبت به این اوامر با جان و زندگیمان بستگی تام دارد.
عیسی مسیح در آیه 28 به ما میگوید شما نباید از هیچ چیز و هیچ کس جز خدای تعالی ترسی داشته باشید. هیچ چیزی نباید شما را از ایمانتان و ثابت قدمی در آن باز دارد. در آیات قبل اعلام کرد که شما به خاطر پیروی من عذاب خواهید کشید، شما را مسخره خواهند کرد، به شما تهمت‌های ناروا خواهند زد، شما را به خاطر اعتقادات شخصیتون به من تازیانه زده به زندان خواهند افکند و حتی شما را خواهند کشت. اما به شما میگویم از این افراد نترسید. از انسان‌هایی که قادرند از روی حماقت و خشم جان شما را بگیرند و شما را بکشند بیم نداشته باشید. از قاتلان جسم نترسید، یعنی حقیقت را به خاطر ترس در گلوتون خفه نکنید. به خاطر حقیقت ایستادگی کنید. نگذارید ترس از مرگ و وحشتی که بر اثر زورگویی و ناحقی بر شما وارد میشه شما را از بیان راستی و زیستن در آن باز دارد. از کسانی که بدن شما را میکشند ولی نمیتوانند به روحتان دست بزنند نترسید. مسیح ایستادگی در پاکی و راستی و تقوا را تا پای جان تشویق میکند و از دست دادن جان در این راه آن را زیان نمیشمارد بلکه بسیار مفید، زیرا میگوید بدین وسیله روحتان را از عذاب الهی، از عذاب ابدی رهانیده و صاحب نجات آسمانی شده اید. میگوید از خدا بترسید، از خدا بترسید. چرا؟ چون خدا قادر است هم بدن یا جسم و هم روح شما را در جهنم هلاک کند. از انسان نترسید. برای حقیقت الهی، برای بشارت انجیل، برای کلام خدا، راستی الهی مقاومت کنید. از خدا بترسید، یعنی مطیع خدا باشید. زیرا اگر مطیع خدا نباشید پاداش نافرمانی بر علیه او که آتش جهنم است را نصیب خود کردید و در این صورت عذاب جاودانی همیشه با شما خواهد بود، نمانند مرگ جسم که موقتی است. ای عزیزان، بدون شک همه ما از تاریکی و جهالت، از تعصب و حماقت، از شرارت و گناه و از ظلم و ستم رنج میبریم. هیچ کس نیست که از این چیزا خوشحال و خوشنود باشه و بدون شک دلمون میخواد که انصاف و عدالت رعایت بشه، ولی در برابر ظالمان سکوت کرده و میکنیم. ایمان و اعتقاد خود را نسبت به خدا و خواسته او در دلمون نگاه میداریم و آن را آشکار نمیکنیم. چرا؟ چون میترسیم. برایمان مشکلات پیش میاد، پس سکوت رو رعایت میکنیم. ولی دوستان، سکوت در برابر ظلم گناه محسوب میشه، زیرا نشان بی ایمانی و عدم اعتماد به خداونده. مسیح میگوید ارزش گنجشک چقدره؟ خیلی ناچیزه. میگوید حتی یک گنجشک هم بدون اطلاع خدا یا پدر آسمانی شما روی زمین نمیافتد و نمیمیرد. بعد میگوید یقین بدانید که تمام موهای سر شما حساب شده. یعنی شما برای خدا بسیار عزیزید. کوچکترین حرکت شما، کوچکترین جزء شما در نظر خداست. میگوید پس نگران نباشید، نترسید. شما در نظر خدا بسیار عزیز و صاحب ارزش هستید. اگر خدا مواظب جان گنجشکانه، آیا فکر نمی کنید او که مواظب جان شماست شما را بسیار دوست می داره و از شما مواظبت می کنه؟ او که به شما جان داد شما را دوست داره. بعد می گوید اگر کسی پیش مردم بگوید که به من ایمان داره، من هم او را به خاطر شهامتش تقویت می کنم، تشویق می کنم و به پدر آسمانی خودم معرفی می کنم. ولی اگر کسی پیش مردم مرا رد کنه، من هم در حضور خدا او را منکر می شم. آیاتی است بس مشکل و سخت تا بپذیریم. ولی دوستان عزیز، حیات و زندگی حقیقی و ابدی ما بستگی تام به این آیات دارد. بستگی به ایمان آوردن به مسیح و وفادار بودن در آن است، زیرا به غیر از او نجاتی نیست. اسمی دیگری عطا نشده جز اسم او که ما را از گناهان نجات میده. شما که این حقیقت را میدانید بایست ایمان به آن داشته باشید و در آن ثابت قدم باشید تا خداوند پاداش شما را بدهد. از تهدیدهای تو خالی و مشکلات و آزارهای موقتی و از تهمتهای زشتی که به خاطر ایمان آوردنتون به عیسی مسیح به شما زده می شود نترسید. اگر قراری که رسوای دنیا به خاطر عدالت و حقیقت و ایمان به مسیح شویم، آیا افتخاری بالاتر از این برای ما هست؟ مسلماً که نه. پس به قول شاعر جامه ها ز خود برکن، جامه خدایی بپوش. گفته های دل نشنو، پند آسمانی بگیر.
در حضور او یک دم اعتراف نیکو کن، هر خطا مکن پنهار، بر گناه مزن سرپوش. جاودان رهت باشد در صلیب آن عیسی، بر صلیب او بنگر، در راه قیامش کوش. جامه ها ز خود برکن، جامه خدایی پوش، گفته های دل نشنو، پند آسمانی گوش. در حضور او یک دم اعتراف نیکو کن، هر خطا مکن پنهار، بر گناه مزن سرپوش. تا جاودان راحت باشد در صلیب آن عیسی، بر صلیب او بنگر، در راه قیامش کوش. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.